بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشی حاج محمد آقا، جا خالی، غیبت طولانی استاد. بفرمایید آقای رضایی. توفیق. بله مخلص شما هستم. توفیق بیدار حاصل شد الحمدلله. سلامت باشید. جدا دلمون حواطی کرده بود، چند وقت ندیده بودیم استاد. جدی میگید آقای رضایی؟ بهانه شد. جونم. جدی میگید؟ آره خدا میدونم. غیر از مسائل اعتقادی در مسائل سلام علیکم واقعا دوستت می‌داریم، دوست داشتنی هستی برامون. سلامت باشید. نظر لطف تو مباحث اعتقادی که میرسه خب هم حق شماست هم حق ما، خب جبهه میگیریم. اما من تا حالا سعی کردم که از انصاف و از شعور و معرفت عدول نکنم، گرچه حالا یه وقتم خلاف کردم دیگه بیش از این وسع من نبود است. در ادب و در احترام در حد وسع خودم احترام رو سعی کردم رعایت کنم. تشکر از شما آقای رضایی. بفرمایید اگر در مورد کلیپ‌ها صحبتی دارید میشنویم. محضر مبارک شما عرض کنم که خب در خصوص کلیپ اول و جناب آقای قزوینی که خب من رو قصه اصلا من راجع به آقای ابن تیمیه نه مطالعاتی داشتم و نه ابراز عقیده میکنم، چون دستم بسته است، هیچ اطلاعاتی ندارم. در خصوص کلیپ دومم که ایشون در مورد نور خدا که تقسیم شد و چه این حرفا و یک شقش خاتم الانبیا شد و یک شقش حضرت فاطمه شد و یک شقش چه شد و اینا، بالاخره گوینده اوشون است. و میدونی که در بین ما امامیه ها این خطبا یکشون یک ساعت و ربع بعضی وقتا منبر هستن، بالاخره آقایونی که با اینا مهنوز شدن اونا یه سری روایاتی رو میگن، اینا هم که با این روایات شنیدن به اینا رو تو همدیگه یه جوری به هر حال برای خودشون تحلیل میکنن، یه چیزی از ماحصل اینا مجموع روایاتی که حالا گفته و قبلا گفته برای خودشون یه چیزایی تطبیق میکنن. اما خدای متعال جل و علا در قرآن کریم میفرماد الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات. خدای مثال زده است در قرآن کریم. حالا مشکات رو تعابیر گوناگون شده است روش. حالا اگر یکی بگه مشکات پیامبر است یا حضرت زهرا هم است و اینها مثل نور خدا میشن، شاید از جاده انصاف عدول نکرده باشه. اما استاد من اینو میخوام بگم که چه بهترین است که ما یه بحثی رو بگیم که هم مربوط به دیروز میشه هم مربوط به فردایی که ما نیستیم، چون بعضی از مسائل که مربوط به مسئله به روز است اینها امروز هست فردا نیست. مسئله ایران و سوریه و مسئله عراق و سوریه و چین حرفا دیروز نبوده است، انشاءالله فردا هم نیست. و اما مسئله مثلا ابن سبعی که شما امشب چیز کردید مطرح فرمودید، این مسئله است که در دیرباز از لابلای تاریخ و در بین گفته ها بوده است و حالا بعضی وقتها حضرات شما گوینده های شبکه ها و علمای شما بعضی مواقع برای اینکه شیعه رو خب انتقاداتشون رو اعتراضاتشون رو به شیعه موجه کنن نسبت به گفتارشون نسبت به عملکرد عبدالله ابن سبا خب یه دلایلی میارن. حالا من سوالم این که وقت شما فرمودید این است که حضرت استاد از کی این عبدالله ابن سبا طلوع داشته است؟ آیا در زمان رسول خدا بوده است؟ آیا بعد رسول خدا این فعالیتش در زمان خلیفه خلافت ابیبکر یا خلافت عمر یا عثمان یا در خلافت علی ابن ابی طالب آغاز کرده است؟ و اگر در زمان خلافت علی ابن ابی طالب آغاز کرده چه مهر تأییدی از امامیه و از اصحاب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در اون زمان بر کردار و رفتار او هست؟ و در بین کتب شیعه چه آثاری از او هست که مبین او باشد که مثلا شیعه به گفتار عبدالله ابن سبا استناد میکند و اعتقادات او را مثلا میگن ابن سبا اینطور فرموده است ما اینطور میکنیم، تدلیلی ازش نیست، تحلیلی ازش نیست، اسمی در کتب ما ازش نیست. چشم. اجازه میدید الان من صحبت بکنم؟ بله بفرمایید. برادر محترم آقای رضایی، من اولا تشکر میکنم از ادب و اخلاق و برخورد شما. ما قبل از اینکه شیعه باشیم، سنی باشیم، مسلمان باشیم، مسیحی، یهودی، بودایی، هر دینی که داشته باشیم انسانیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم جاهایی داره خطاب به مؤمنین که این یا ایها الذین آمنو، یعنی این دستورات هست
یا امر میکنه به کار خوب یا من میکنه از کار بد. در بعضی جاها خطاب به عموم انسان هاست، عموم انسان ها رو خطاب قرار میده، میگه یا ایها الناس. یکی از این آیات میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی نمیگه ای سنی، ای شیعه، ای عرب، ای عجم، ای فلانی، آمریکایی، روسی، ژاپنی. میگه ای انسان، ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم. یعنی شما آقای رضایی، من، همه این آمریکایی، اروپایی، همه ما از یک پدر و مادر آفریده شدیم. همه ما برادران انسانی هستیم با هم دیگه. اگر در دین با هم دیگه اختلاف داریم، در انسانیت با هم یکی هستیم. و من تشکر میکنم از برخورد شما. ثانیاً آنچه ما در مورد ابن سبح گفتیم، آنچه که گفتیم از کتب شما گفتیم، از کتب شیعه گفتیم، از دل خودمون. هیچ وقت من، یعنی عادت من اینه تو این برنامه، هرگز من نرفتم از کتاب‌های ابن تیمیه که بر علیه شیعه نوشته شده باشه مطلبی رو بیارم اینجا بگم که این دیدگاه ما در مورد شیعه است. چون من اصلا قائل به این روش بحث و مباحثه علمی نیستم. چون مخالف طبعاً به سبب مشکلی که داره با مخالفین خودش شاید مبالغه بکنه، شاید غلوب بکنه، شاید بیاد به تندی مسائل رو مطرح بکنه. ما هر چی گفتیم از کتب خودتون گفتیم. یکی از این کتاب‌ها کتاب فرق شیعه است که حسن ابن موسی نوبختی و سعد ابن عبدالله قمی از افاضل علمای امامیه در رأس 300 هجریه، یعنی در قرن سوم هجری زندگی می‌کردند، از علمای متقدمین شما هستند و ایشون در کتاب خودش فرق شیعه که یکی از معروفترین کتاب‌ها در باب فرق هست، در اینجا اومده، اینم شناسنامه‌اش، در مورد این مسئله مفصل صحبت کرده که من خدمت شما یک لحظه احمد جان این رو نشون میدم. اینجا در اینجا ایشون میاد در مورد یک فرقه صحبت میکنه که در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این فرقه بود. احمد جان اگر بتونید این تصویر رو نشون بدید، تصویر کمی سنگین هست. میگه که این فرقه میگفتند در صفحه یک لحظه، در صفحه 32 میگه که ان علی لم یقتل و لم یمت. میگفتند که علی کشته نشده و نمرده، ولا یموت حتی یسوق العرب بعصا، و نمیمیره تا اینکه همه عرب رو رهبری بکنه با عصاش، و یملأ الارض عدلا و قسطا. در اینجا یک نکته جالب رو خدمتتون عرض بکنم آقای رضایی و دیگر دوستان شیعه، که قضیه مهدویتی که امروز میگید امام 12 مهدی است و در آخر زمان میاد، این بنابر اعتقاد ما یک دروغ است. اصلا چیزی به این شیوهی که ادعا میکنم وجود نداره. همه فرقه های شیعه بدون استثناء از زمان سیدنا علی تا زمان امام حسن عسکری، هر موقعی که امامی از دنیا میرفت، عده‌ای از شاگردان اونها یا از فرزندان اونها ادعای مهدویت میکردن یا مردم ادعا میکردن که اون امام یا فلان فرزندش مهدی است. بعد از امام جعفر صادق حدود 19 فرقه جدا شد که بعضی از این فرقه ادعای مهدویت میکردن. اینجا ابن سبع و فرقش هم ادعای مهدویت کردن برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. فهیه اول فرقه قالت فی الاسلام بالوقف بعد النبی صلی الله علیه و آله، و این اولین فرقه بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم ادعا کردند که یعنی جانشین پیامبر کی است؟ سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. و اول من قال منها بالغلو، و اولین فرقه‌ای که ادعای غلو کردن. و هذه الفرقه تسمى سبعیه، این فرقه رو سبعیه میگن. اصحاب عبدالله ابن سبع، یاران عبدالله ابن سبع. و کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و الصحابه و تبرع منهم. اولین کسی بود که اعلان طعن بر ابی بکر و عمر و عثمان و صحابه و اعلان تبری از آنها کرد. و قال ان علی علیه السلام امره بذلک، ادعا میکرد که علی ایشون رو امر کرده به این کار. فاخذ و علی فسأله عن قوله هذا فاقر به، علی دستگیرش کرد و در مورد این صحبت ازش پرسید، ایشون هم اقرار کرد. فامر بقتله، حضرت علی هم امر کرد که ایشون رو بکشن. فصاح الناس الیه، مردم سر صدا کردن، یا امیرالمومنین اتقتل رجلا یدعو الی حبکم اهل البیت، مردی رو میکشی که ادعای محبت اهل بیت میکنه، و الی ولایتک و براء من اعدائک، و ادعای ولایت تو رو میکنه و اعلان براءت از دشمنانت میکنه. فسیره الی مدائن، ایشون رو فرستاد به مدائن. و حکى جماعت من اهل العلم
من اصحاب علی علیه السلام، تعدادی از اهل علم، از علمای شیعه، از اصحاب علی علیه السلام ذکر میکنن که ان عبدالله ابن سبح کان یهودیا، یهودی بود، فاسلم و وال علی، ایمان آورد، اسلام آورد و ولایت علی رو ادعا کرد، و کان یقول و هو علی یهودیتی فی یوشع ابن نون بعد موسی علیه السلام بعد المقاله. در زمانی هم که یهودی بود بعد از موسی علیه السلام ادعای امامت برای یوشع ابن نون کرده بود. فقال فی اسلام بعد وفات النبی صلی الله علیه و آله فی علی علیه السلام به مثل ذلك، بعد از وفات پیامبر همون امامتی که در یهودیت بهش اعتقاد داشت همون رو در مورد علی ابن ابی طالب گفت. و هو اول من شهد قول به فرض امامت علی علیه السلام، ایشون اولین کسی بود که شهادت داد به فرضیت امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام و اظهر البراء من اعدائه، و اعلان براءت کرد از کی؟ از دشمنان ایشون. میریم رو صفحه بعدی. در اینجا صاحب کتاب فرق شیعه میگه و در مورد اعلان براءت کرد و کشف از مخالفینش و این مسائل، میگه که و اونها رو تکفیر کرد. فمنها هنا، از همین جاست که قال من خالف الشیعه، کسی که مخالفت کرد با شیعه، ان اصل الرفض مأخوذ من الیهودیه، که اصل رافضه‌گری از دین یهودیت گرفته شده. این مطلب در کتاب خودتون اومده، فرق شیعه از نوبختی و قمی، و اگر بخواهید من 5-6 تا مصدر دیگه در الانوار النعمانیه، در بهار الانوار، در فرق شیعه نوبختی، مصادر دیگری هم هست که به صراحت در این مورد صحبت کردن. بفرمایید آقای رضایی. محضر شریفتون عرض کنم که اون چه که سند ارائه دادید نسبت به این مطلبی که حالا عنوان فرمودید، برمیگردم از اول مطالبون تا برسیم به آخر. البته نمیخوام همه چیز صحبت کنم، اما میخوام بگم که اون که از اول با من شروع کرده از یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر، بقیه آیه هم بلد نیستم، میخوام اشاره کنم، میگم مطالب من ریزشو گوش کردم. قرآن فقط یا ناس را فقط برای همه مردم چیز نکرده، بعضی وقتا به صحابی پیغمبر هم به عنوان ناس یاد کرده است، کما اینکه در سوره چیز مائده یا ایها الرسول بلغ میفرماد والله یعصمک من الناس، و به حضور شما عرض کنم که یا در سوره رعد میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله و آتیناه آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. حتی در همین آیه دومی هم که ذکر کردید، الله سبحانه و تعالی پیامبر رو از همه ناس حفظ کرده بود، چه یهودی باشه، چه نصرانی باشه، چه صحابی باشه، چه مشرک باشه، چه قریش، چه مدینه، همه چه منافقی. اما چیزی که بیش از هر چیزی خطرشون خطر پیامبر رو چیز میکرد، تهدید میکرد، دور و بریا بود. چون قرآن کریم در سوره چیز میفرماد که و من اهل المدینه مرضوا علی النفاق و من حولک، در آیه چیزی هست که میفرماد اطرافیانت اینا و من حولک من الاعراب، این رو ذکر بکنید چون در اطراف پیامبر من الاعراب، من اعراب هم میفرماد که منافقین بادیه نشین های اطراف مدینه. بله، یه آیه رو شما محضرتون عرض کنم که در قرآن یه وقت هم خودت از من سوال کردی در یه شب یکی از برنامه‌هاتون. آقای رضایی دوست عزیز، اگر برگردیم رو قضیه عبدالله ابن سبا فکر کنم بهتر باشه، چون اصل موضوع این بود. عبدالله ابن سبا رو عرض میکنم، عبدالله ابن سبا رو اون چه که الان شما ارائه دادید، خب اینم یه روایتی رو نقل کرده از گفته‌های دیگران، چیزایی نیست که مستند، یعنی التباق دیروز افتاده باشه ایشون نقل کرده باشه، اینشون هم در بطن تاریخی میگه مطالبی رو چیز کرده. من میخوام بگم که امامت و امامیه، اعتقادات امامیه نشأت گرفته یا قرآن کریم است، طبق آیه سوره نور که یه وقت هم خودتون در مباحث مهدویتتون چیزی که چیز میکردید، آیه 45 از سوره نور که میفرماد خدای متعال اینها را
من ببینم آیه پیدا وعد الله بسم الله الرحمن الرحیم آیه 50 وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین. یه سنت الهیه بوده است برای استخلاف که نیازی نیست که عبدالله ابن سبا بیاد. این که عبدالله ابن سبا که در قرآن نتونست کاری بکنه که بعدم امیرالمؤمنین ائمه ما مهر تایید بر گفتار عبدالله ابن سبا نگذاشتن هیچ کدومشون. اگر چنانچه عبدالله ابن سبعی هم وجود داشته باشد مثل فردوسی و شاهنامه که رستم یلی بود در سیستان منش کردمش رستم داستان، یه ابن سبعی وجود داشته باشد که حالا هی بباف و بهش نسبت بده. آقای رضایی میبخشید که از این که واسه صحبت شما صحبت میکنم. ببینید شما فرمودید که قرآن کریم آیه 5 من این آیه رو خدمتتون نشون میدم اینجا وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. الله سبحانه و تعالی وعده کرده به کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن که قطعا آنها را در زمین جانشین و حکمران خود خواهد کرد. کدام یک از ائمه شما جانشین و حکمران و خلیفه شدن در زمین؟ نشدن میشن. همون آیه‌ای که من از سوره رعد اشاره کردم. نه آقای رضایی ببینید ما الان ببینید الله سبحانه و تعالی اصحاب پیامبر رو هم استخلاف در ارض بهشون نصیب کرد و همچنین در ادامه میگه وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. چیکار میکنه و همان گونه که و آنها را در زمین جانشین و حکمران خواهد کرد، همان گونه که کسانی را که پیش از آنها بودند جانشین و حکمران ساخت و دینشان را که برای آنها پسندیده است برای آنها استوار و پابرجا ساخت. اصحاب پیامبر این وعده الهی در موردشون صدق کرد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه الله سبحانه و تعالی ایشون رو این تمکین رو داد که جزیره العرب رو کلا از مخالفین اسلام پاکسازی بکنن. حضرت عمر رو این وعده در حقش محقق شد که فارس و شام و سرزمین های دیگر رو فتح بکنه. حضرت عثمان در موردش این وعده محقق شد. حضرت علی در موردش این وعده محقق شد. در زمان معاویه این وعده محقق شد. در زمان بنی امیه و بنی عباس علی الرغم بعضی از فتراتی بود که به اصطلاح مخالفت ها یا مثل قضیه شهادت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه جنایاتی رخ داده، اما الله سبحانه و تعالی این وعدهش رو محقق کرد. در زمان خلافت عثمانی ها در ترکیه الله سبحانه و تعالی این وعدهش رو محقق کرد. شما در طول تاریخ 1200 ساله شیعه که به وجود آمدن بعد از عبدالله ابن سبع یهودی یک روز رو نشون بدید که الله سبحانه و تعالی این استخلاف و این تمکین رو نصیب شیعه و یا ائمه شیعه و یا علمای شیعه کرده باشه. جناب استاد از این آیه که استبناد کردید این مطالب را الان نسبت دادید بعد از ولیمکنن لهم باید برگردید به جمله قبلش کما استخلف الذین من قبلهم. یه سنت الهیه در امم سابق بوده است. خدای متعال فرماد ما سنت داریم همونطور که در امم سابق پیامبران سابق را ما استخلاف میدادیم، پس اون چه که سنت هست باید در این امت هم اعمال بشود، نه استخلاف سلیقه‌ای و ذوقی و انتخابی. اگر این انتخاباتی که شما می‌فرمایید استخلافایی که خلافتایی که این همش گزینه‌ای بوده است و انتصابی بوده است. کدام امم سابق و انبیاء سلف اوصیاءشون اینا انتخاب شدن و با رأی و با مشورت امت انتخاب شدن که قرآن می‌فرماید کما استخلف الذین که بعدشون با بعدی از ولیمکنن لهم دینهم الذی تزارا اضافه کنی بشه این چیز کنی دلایل رو استناد کنید، از اونجا استناد بکنید. همچین سنتی نبوده است که اونا انتخاب کننده. انتخاب با خداست. خدای متعال فرماد انی جاعل فی الارض خلیفه. انتخاب با مخصوصا در قصه حضرت ابراهیم وقتی میفرماد ما تو را به امامت برگزیدیمت، خب ابراهیم علیه السلام وقتی میفرماد که برای ذریه من ذات اقدس تعالی میفرما لا ینال عهد الظالمین، خب ابراهیم اگر قرار بود انتخاب باشه دیگه دعا خب خودش انتخاب کند. اینا همه پیامبرزاده، همش هم خداوند متعال میفرماد اینا خوب و پاک و طیب و طاهر خودش چه انتخاب کنه، اما میفرماد خدایا تو با توست و من ذریتی از ذریه من هم میشود. خداوند میفرماد لا ینال عهد الظالمین. پس اگر چنانچه ما انتخابی شد و انتصابی شد به دست مردم،
که بسیار که مردم اشتباه کنن، گزینش اشتباه بشه. و دیگر اون که در شریعت محمدی سنت اصلا کشورگشایی نبوده است که شما می‌فرمایید کدوم یکی از ائمه شما تونستن یه سانت بس چیزا بلاد کفر را به زمینه کشورهای اسلامی کنن و زمینه اسلام رو توسعه بدن. توسعه به معنای اینکه مثلا از لحاظ وضعیت جغرافیایی و وسعش بدن. این سنت محمد نبوده صلی الله علیه. اونی هم که جنگ‌هایی که شما فرمایید جنگ‌های تدافعی بود، از اونها حمله می‌کردن. ببینید آقای رضایی برادر عزیز، ببینید الله سبحانه و تعالی میگه وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه. جهاد در راه خدا بکنید تا که هیچ فتنه‌ای در زمین نمانه. در دین مبین اسلام الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده که جهاد بکنیم. اگر که سرزمین های ما مورد حمله قرار گرفت و اگر ملت های ستم دیده‌ای بودند که ظالمان بر آنها حکومت می کردند، مانند کسری در ایران در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، این ملت ها را از زیر ظلم و سلطه این ظالمین و طواغیت نجات بدهید. این جزئی از ارکان دین است. تحقق لا اله الا الله و تحقق به اصطلاح اعلای کلمت الله و تمکین دین اسلام وقتی محقق میشه که ما بتونیم سرزمین هایی رو که در زیر سلطه طواغیت و ظالمان هستن آزاد بکنیم و این جهاد است در دین مبین اسلام. ولکن من از شما یک سوال دارم برادر عزیز و بزرگوار. همین آیه‌ای که خودتون بهش اشاره کردید، در مورد وعد الله الذین آمنو، در ادامه همین آیه احمد جان اگر نشون بدید، در اینجا میگه که ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ بعد از خوف و ترسشان آنها را به آرامش و امنیت میرسانه، یعنی خوف و ترسشون رو با آرامش و امنیت مبدل میکنه. ما وقتی که از دیدگاه شیعه به ائمه شیعه نگاه میکنیم، دیدگاه ما نیست. دیدگاه ما اینه که ائمه اهل بیت علیهم السلام و رضی الله عنهم اجمعین، اینها انسانهای متقی، پرهیزگار، اولیای الهی بودن، انسانهای بزرگ بودن. احترامشون، ایمان به اونها، دوستی و محبتشون واجب است بر ما اهل سنت. منتها امام از طرف الله سبحانه و تعالی بعد از پیامبر بدون به اصطلاح منازع نبودن، بلکه اینها انسانهای صالح و متقی بودن. بعد در اینجا الله سبحانه و تعالی یکی دیگر از وعده هایی که به اینها میده، ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، خوف و خطری که اینها احساس میکردن رو تبدیل به آرامش و امنیت میکنه، در حالی که این در مورد هیچ کدام از ائمه شما از دیدگاه شیعه محقق نشده. حتی در مورد امام زمان که تا امروز الله سبحانه و تعالی که ادعا میکنن که ایشون رفته غیبت کرده، این اصول کافی است از ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی. اینم صفحه بعدیش، اینم شناسنامش و اینم روایتی که در صفحه 250 کتاب حجت در اینجا اومده از علی ابن ابراهیم از حسن ابن موسی خشاب. روایت است که سمعت ابا عبدالله امام جعفر صادق میگه که این لغلام غیبتا قبل ان یقوم، این پسر بچه یعنی امام زمان غیبتی میکنه قبل از اینکه دوباره قیام بکنه. قال قلت ولما، چرا غیبت میکنه؟ قال یخاف و اومه بیده الی بطنه، گفت که از ترس اینکه شکمش رو پاره بکنن، از یخاف میترسه، و اومه بیده الی بطنه، به خاطر اینکه شکمش رو پاره بکنن از ترس غیبت میکنه. پس این آیه‌ای که شما بهش اشاره کردید، نه در مورد سیدنا علی که شما بهش اعتقاد دارید به عنوان امام، نه در مورد حسن، حسین تا میرسه به امام زمان، در مورد هیچ کدوم از اینا محقق نشده. چون اگر که این آیه در مورد اونها محقق میشد، باید امام زمان نمیترسید. چون الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که یعنی در مورد تبلیغ بلغ ما انزل الیک میگه والله یعصمک من الناس، الله سبحانه و تعالی تو رو از مردم حفظ میکنن، تو از جان خود نترس، الله سبحانه و تعالی تو رو حفظ میکنه. بفرمایید. بله، خب جناب استاد، از اینجا شروع میکنم که از اول میگیرم که از اینجا فرمودید که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه.
بعد خب مخاطب آیه که جای دیگه قرآن به پیامبر میگه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. با اینی که اینجا پیامبر مخاطب مستقیم است، اما در هیچ کدوم از روایات، من که در روایات خودمون ندیدم، در روایات شما هم نشنیدم که بگن که پیامبر با منافقین جنگ کرده باشد. جاهد الکفار و المنافقین، اینها مخاطبش پیامبر است، نه ما که مخاطب نیستی که بجنگیم. که زمان اینها محقق است که در شمشیر در کنار حجت خدا، یعنی آمر به معروف در جنگ و جهاد حجت خدا باشد، حجت بالغه حق. کسی که دو شاخ اون طرف الو خط آزاد باشد، الو حبیبم محمد، الو یا الله، اینطوری باید باشه. و جنگ‌های قبلی هم همینطور بود، جنگ‌هایی که بین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آقای رضایی، من فقط اجازه بدید همینجا باهاتون مخالفت بکنم. جهاد بر همه امت اسلامی، نه تنها بر پیامبر صلی الله علیه و سلم واجب است. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 24 میگه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم الی آخره احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اینجا جهاد یعنی باید محبت ما به جهاد از محبت ما به پدر و مادر و قوم و خیش و خونه و زندگی و مال و تجارت همه چیز بیشتر باشه. در آیه 78 سوره حج میگه و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه الله سبحانه و تعالی به درستی جهاد بکنید. در سوره فرقان آیه 52 میگه فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. در سوره ممتحنه آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تا آخرش، که در اینجا میگه که و تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی. اینجا در مورد جهاد کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بر شما جنگ در راه خدا نوشته شده، یعنی فرض شده. بقره 216، در سوره بقره 217، در سوره بقره 246، در سوره بقره آل عمران 121، آل عمران 167، نساء 77، الانفال 16، در الانفال 65. اینا همه امر به جهاد به عموم مسلمان است، نه تنها فقط به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قبول است استاد، جهاد واجب است. الان در این عصر ما جهاد دفاعی ما داریم. الان این شما جهاد رو اگه بخواید مطرح کنید باید با اشتقاقاتش مطرح کنید. کیفیت جهاد، به چه نحو جهاد. الان در این عصری که الظاهر ما دستمون از حجت خدا کوتاه است، پیامبر در بین ما نیست، اگر جهادی اتفاق افتاد، آیا جهاد به همون کیفیتی است که در احد برای محمد و اصحابش اتفاق افتاد، به همون منظر است، یا نوعش فرق می‌کند؟ این یه موضوع دیگه که خواستم خدمتتون عرض کنم استاد بزرگوار، خیلی کوتاه در یک دقیقه آقای رضایی اگر صحبتاتون رو جمع‌بندی بکنید چون وقت خیلی گرفته شد. در یک دقیقه شما سوالات متعددی از من کردید، منم در حد توانم، ادعایی هم ندارم، ممکن است همش هم اشتباه گفته باشم. به قول حضرت عالی می‌فرماد این که قضاوت با بینندگان است. خودم بعضی وقتا منصفانه، بعضی وقتا میگی که مثلا اینجا رو اشتباه گفتی، اینجا رو درست گفتی، بعد جاهاشو اگه صلاح بدونید. اما اونی که من میخوام حالا شما یه سوال بکنم استاد بزرگوار، غیبت ماه رمضان شما برای ما یه مقداری چیز بود، دردناک بود، اما سوال اون چه که در بین شما جامعه اهل سنت مرسوم است، برخلاف نص قرآن که خدای متعال در قرآن کریم به حبیبش محمد میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمده. حبیبم خود اگر دیدی مردم استقبال کردن، من را تسبیح کن، تقدیس کن، شکر مرا بکن. چرا پیامبر وقتی که 4 شب 5 شب نماز تراویح رو برقرار کرد، دید مردم استقبال کردن، شما زعم شما میگید پیامبر این کار تعطیل کرد؟ و چرا تعطیل رسول خدا را خلیفه دوم بهش کجا گفته تعطیل کرد؟ خب خودتون میگید که پیامبر نخون دیگه. نه کجا گفته تعطیل کرد؟ کجا گفته تعطیل کرد؟ شما در بین روایات شما هست که وقتی پیامبر بخونید اون روایت رو. اون روایت رو من از شما بهتر بلدم آقای رضایی. آقای رضایی بزرگوار، ببینید روایت اینه: پیامبر صلی الله علیه و سلم اومدن چند شب خوندن. بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، صحابه همه جمع شده بودن، آماده بودن که بیان، ایشون خارج نشدن. فرداش صحابه که وقتی حاضر شدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که من میدونم که شما دیشب
در چه وضعیتی بودید، ولکن از ترس این که بر شما فرض بشه، واجب بشه، به خاطر همین من خارج نشدم. چرا؟ چون ما در فقه اهل سنت اگر عملی رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده باشند و هرگز ترک نکرده باشند، این عمل حکم واجب رو میگیره و ترکش سبب گناه میشه. مثلا یک نمونه خدمتون بدم و صحبتامون رو به پایان برسونیم. ریش داشتن نه در قرآن کریم آمده و نه الله سبحانه و تعالی ما رو مستقیما گفته که بر شما فرض شده که باید ریش داشته باشین، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردن که ریش بگذارید، ارخوا لها و اعفوا لها، در روایت های متعددی است و هرگز ریش خودشون رو نتراشیدن. به خاطر همین حکم ریش گذاشتن در نزد ما اهل سنت واجب است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز ترکش نکردن. این در مورد نماز تراویح و تشکر میکنم از شما. انشالله در هفته‌های آینده در خدمتتون خواهم بود. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. خدا حفظتون کنه استاد بزرگوار. خدا نگهدار. دعوی شما هستم. فی امان الله. فی امان الله.